امروز اومدیم که سولو مود وین بتل رویال رو بگیریم. خیلی ها میگن نمیتونم، راستش بخوای منم میگم نمیتونم، ولی جوجه رو آخر پاییز میشمارن. پس برو بریم. خب بریم برای سولو وین. کی گفته من نمیتونم سولو وین بگیرم؟ مشتی من تو با اسکوادم نمیتونم وین بگیرم، ولی کاراکتر خوشگلی دارم، دوتا گوش داره، آبی و قرمز. بپریم بریم فارم. از قدیم گفتن مرد و فارمش، ولی خب مثل اینکه کسی فارم نمیاد. میخواستم درست بپرم بلک مارکت، ولی خب نرسید برسم. چی شد؟ مثل وارزون نمیشه از رو هوا زد. نه آرمور نداریم فعلا، درگیری ریسکه. خیلی مسخره است. هر باید این بات ها رو بزنی تا بعدش بتونی بری اون اصل کاریا. ماشین مدل آخر 00. مرسی. بابا به خدا تقصیر من نیست، کاراکترم رانندگیش بده. از قدیم گفتن خانوما برای رانندگی زیاد مناسب نیستن. چی؟ چرا؟ یاد نره ببینیم چی داره. یه KRMی، یه کوفتی، زهرماری. اینجا مگه همیشه آپگرید نداشت؟ از بلک مارکت همیشه باید ترسید، ولی ما که ترسی نداریم. حاجی ناموسن رخو بگیر، از گردون تمپلار کشیدمش بیرون. گنگ گنگ. اونقدری که من انمی ندیدم تو این مپ حس میکنم همه آخ جون به آخ جون. داشتم میگفتم حاجی اونقدری که انمی ندیدم من تو این مپ حس میکنم با هم دست به یکی کردم منو اذیت نکنه. این آخرشو باید خیلی محافظه کار باشم. کو 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 کو. بیا اینجا یس اینم بخور. خب چند نفر؟ 5 نفر جز من. خب یکی که اینجاست. بیا یا خدا یا بخور دیگه. داداشتون پرو پلیره. حاجی چیه؟ الان میخوای بگی شانس آوردی؟ نمیدونم محافظه کارانه بازی میکنی، نوب بازی میکنی. خب همینه که هست. مثلا مولتی پلیرم، بتل پلیر نیستم. اینم بخور تو. خب چند نفر؟ 4 نفر دیگه، 3 نفر دیگه. مشتی خدایا چیکار کنم؟ بایسته ببینم صدا از کجا میاد. خب 2 نفر دیگه موندن. خب احتمالاً هم که اسکوادم برم یه جا قایم بشم بزنم از سوراخ موش. کجان 1 نفر موند. همشتی مثل این که اسکواد نبودن. آها بیا یس وینر. خب اومدیم با یه مچ دیگه، اما این بار آلکاتراز.
میدونم اشتباه بزرگی کردم، ولی خب اومدیم آلکاتراز، مپ کوچیک، انمی زیاد، منم سولو. دمت گرم. بیا بده من. وینگ اصلا تو کار ما نیست این بار میدونم، ولی خب AK47 ایول. ولی خب یه دونه کیرم هم به ما بدی دیگه، مردونگی در حق ما تمام کردی. خب انمی رویت شد، میریم سراغش. بابا یک کیرم، خوب یک کیرم بذار بگردم. خوب چی بود سرصدا کیه؟ ما اینجا قایم شدیم. کسی هم کار؟ برو خونتون. یکی دیگه هم اینجا بود نه؟ شما برو خونتون. اون بیجونی هم مال منه. کجا هستن؟ بالا رفت؟ اوکی. بریم بالا ببینیم چی به چیه، کی به کیه. یک کیرم به ما نمیده. ما کس ریدم. یه مشکلی که من دارم اینه که انمی ها رو دست کم میگیرم و شاید بیای به خود بگی خوب مگه تو پرو پلیری که انمی ها تو دست کم میگیری؟ نه داداش، من اسکلم. همین. خدا رو شکر اینجا بات نمیاره. خوب انمی هم در حد بات هم. کجاست؟ انمی اینجا نبودن ها؟ یا خدا یا رضا، منظورم امامه. تمام شد؟ واجی بدبخت شدیم که داره میاد بالا. بابا ببین چرا تو شاتگان داری من نه؟ چرا تو شاتگان داری من نه؟ نداره، از این بیشتر هم انتظار نمیرفت. چند تا کیل؟ 7. باش، برعکس از ویدیو حمایت کنید. همتون رو دوست دارم. من تلاشم رو کردم، ولی بیشتر انگار تلاشم دشمنم. آره، تو ویدیوی بعدی خدا نگهدار.